محمدجان عبدالجلیلوف و شادمان رضایوف دو پهلوان تاجیک در صحنه رقابت‌های قاره آسیا و اقیانوسیه در فینال قرار گرفتند. دو چهره که از همدیگر شناخت خوب دارند. آخرین رقابتشان حدود 2 ماه یک ماه بیشتر در چمپیونات آسیا بود. یعنی شناخت بسیار خوب از سبک و اسلوب همدیگر دارند و در ابتدای گزارش هم گفتیم در همین وزن رقابت ها که ما امیدوار هستیم که یک فینال تاجیکانه را در رقابت های قاره آسیا ببینیم و همین طور هم شد. شادمان رضایوف با جداگی کبود هست و حریف او پهلوان دیگر تاجیکستان محمدجان عبدالجلیلوف با جداگی کبود. شادمان رضایوف امروز با اصولهای بسیار پرتابی جذاب و دیدنی حریفان از ازبکستان از کره را از صدر راه برداشت. از قزاقستان را هم شکست داد. یعنی 3 حریف پرقوت را شکست داد تا به فینال برسد و محمدجان باشد در رقابت های امروزه حریف از کشور جمهوری عربی سوریه را در مرحله اول رقابت ها مغلوب کرد و در مرحله نیمه نهایی باشد با حریف از کشور هندوستان موحید سهروت پیروز شد و به همین ترتیب غالب به مرحله نهایی رقابت ها راه خط گرفت. و ببینیم اکنون اصول های گوناگون برای پایزنی از سمت های چپ و راست از داخل پای محمدجان است که استفاده اصول میکند و در فرم خوب قرار داشتن خود شادمان هم گواه از آن است که در هر حمله حریف میتواند جواب بگرداند و یک دلیل رشد و توسعه جودو در کشور همین است که باشگاه های جودو طی سالهای اخیر برای صقل مهارت ورزشکاران حرفه‌ای بسیار کوشش میکنند. امروز صدها جودوورزان نورس و جوان در باشگاه های نامدار تاجیکستان تمرین میکند و همین توجه باشگاه یا کلوب های ویژه جودو هست که ما امروز پهلوانان تاجیک را در صحنه رقابت های بین المللی در فینال میبینیم. شادمان رضایوف که دست پرور کلوب ورزشی وستن هست با هدایت مربیش سلیم احمدوف در صحنه رقابت های داخل جمهوری عربی هم خوش درخشیده بود. همکنون افضلیت دارد در رقابت های بین المللی و همچنین کلوب های ورزشی کانی گرد نیست در تربیه و به کمال رسانیدن ورزشکاران نورس و جوان سهیم هستند. کلوب ورزشی پرویز صابروف و دهها باشگاه های ورزشی جدا در منطقه ها در گوشه و کنار جمهوری هم ارزی هستی و فعالیت میکنند که در توسعه جودو آنها هم سهم ارزنده خود را میگذارند و همین نتیجه همکاری مربیانی واقعا کارچالان و با استعداد هست که ما امروز پهلوانان خوش سلیقه و پهلوانان با استعداد تاجیک را در فینال رقابت های مسابقات قطعی میبینیم. با سبب کمکاری شیدو به همین ترتیب برای جابجا گذاری محمدجان فرصت میخواهد و رقابت ادامه مییابد. موقع قپیدن باز پرتاب از سر شانه از سوی محمد و به همین ترتیب شادمان هم در بخش نوازه دیگر مبارزه را ادامه نداد. دو پهلوان جسور تاجیک، دو پهلوان با استعداد و دو ورزشگر جودوچی که امروز واقعا قائل کردن و این هم تمای نگه که استفاده شد از سوی شادمان رضایوف و داور هنوز چیزی نداده. رقابت ادامه مییابد. داور میگوید به نوارهای تدریجی یا سوس کرده شده توجه کنیم و ببینیم. به همین ترتیب وزیر دوستان عزیز شادمان رضایوف که امروز حریفان با قدرت از کره، از قزاقستان، از ازبکستان را از صدر راه برداشته بود به فینال رسید. این 4مین رقابتش است و محمدجان هم اکنون سرعتش را می‌افزاید و برای جبران کردن یک وزر که داده جهد و تلاش میکند. ولی از لحاظ فنی اجرای اصولهای پرتابی همانطور که به نظر می رسد در بخش‌های گوناگون
ببینید همون توموی نگه، یعنی خودانداز با پشت، با پهلو، با هر دو جانب، یعنی خود رو با بالای تاتامی انداختن و بعدا حریف رو پرتاب کردن. این هم یکی از استعدادهای فوق‌العاده هست که به هر جودوکار میسر نمیگردد حریف رو پرتاب کند. با همین شیوه امروز شادمان رضایف هم چند مرتبه حریفان رو مغلوب کرده بود و به همین ترتیب در فینال هم همین شیوه بود، همین شیوه توموی نگه بود که یک وزری برای او به ارمغان آورد و در مدتی بیشتر از 1 دقیقه، عمیق‌تر از 1 دقیقه و 3 ثانیه دیگر شادمان رضایف در فینال در حال پیروزی است و در حال چشیدن طعم شیرین پیروزی در مسابقات قاره آسیا هست و مبارزه میبرد. یکی از خصوصیت ها، یکی از عامل های موفقیت شادمان رو میتوان در آن گفت که با 2 سمت امروز عمل شایسته نشان داد، یعنی هم به سمت چپ هم به سمت راست پرتاب های میکرد که واقعا حریفان چشم انتظار نبودند و به همون شیوه، به همون طریقی که حریفان رو علاقه حس میکرد که موازنت یا تعادلشان برهم زده شده است، به همون سمت پرتاب میکرد. یعنی چالاکی، زیرکی و سرعیت در عین اجرای اصول ها امروز کار خود رو کرد. به همین ترتیب بار دیگر هم ببینید در حالی که خودانداز با پشت بود، یعنی خودش به سمت پشت در بالای تاتامی بود، حریف رو هم از بالای خود پرتاب کرد. ثانیه های به شمار باقی ماندند تا انجام دقیقه های قانونی. شادمان پایش کمی لرز داشته است. دوستان عزیز، از این لحاظ او گویا همان درد رو حس میکند که بعضا در عین مبارزه یعنی توقف دیده میشد. هرچند ما تخمین میگفتیم که شاید راه نفس کشیش کمی مشکل داشته باشد، اما پایش کمی آسیب داشته است در رقابت های تمرینی دست جمعی. به همین ترتیب 1 ثانیه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده بود. این هم یک خوشخبر برای دنیای جودوی تاجیک که در فینال 2 پهلوان امیدبخش، 2 پدیده نوروسته قرار گرفتند در قاره آسیا و در منطقه اقیانوسیه و آسیا. مدال طلا و مدال نقره به تاجیکستان میآید. مدال طلا به نام شادمان رضایف نوشته شد و مدال نقره به نام محمد جان عبداللهیف. اکنون در این فضا، این شام، صدای متنتن سرود ملی تاجیکستان صدا می‌دهد و پرچم جمهوری تاجیکستان در 2 گوشه طنین انداز خواهد شد. ادای احترام صمیمانه هم در آخر می‌گذارند. به همین ترتیب شادمان در این رقابت پیروز می‌شود و عنوان قهرمان جودوی آسیا و اقیانوسیه را به دست می‌آورد. مبارک باشد.